رشید توشمکوف چندین سال باز در روسیه کار و زندگی دارد. او رهبری یک شرکت نه چندان کلان ساختمان را در این کشور بر دوش دارد. این شرکت زیربنای ساختمان ها را می سازد. اکثر کل کارگران آن مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی هستند. رشید میگوید از سببی که کاری آنها موسمی است، ساختمانچان معمولا در موسم سرما به وطن و خانه‌های خود برمیگشتند. ولی به گفته او امسال نقشه شرکت ها پوره دیگر شد. بسته بودن مرزها سبب شد که کارگران در موسم کاری ساختمان ها نتوانستند به روسیه برگردند. در مسئله نیروی کاری وضعیت خیلی بد است. ما کوشش کردیم برای اجرای کارهای وزنین جسمانی کارگران عادی پیدا کنیم، ولی معلوم شد که نرخ نیروی کاری به دلیل کمبود آن 2 برابر قریب 100% بالا رفته است. خوشبختانه برای ما یکی از گروه‌های کاری ما زمستان اینجا ماندند. محض با کمک آنها ما توانستیم این موسم کار را پیش بریم. با اطلاع کمیته ساختمان روسیه، شرکت‌های بزرگ ساختمانی هم از نبود کارگران ضربه دیدند. از 77 شرکت ساختمانی 50 تای آن مشکل کمبود نیروی کاری دارد. قبلا این جایها را مهاجران پر کرده بودند. وضعیت وزارت ساختمان و خدمات کامونالی روسیه را وادار کرد که خواستار سبک کردن ورود مهاجران به روسیه شود. در خدمات مطبوعات وزارت ساختمان گفتند ورود کارگران به قلمرو روسیه تنها به کارخانه‌های اجازه داده خواهد شد که رعایت معیارهای بهداشتی را کفالت بدهند. پیشنهاد شده است شهروندان خارجی قبل از ورود به روسیه نتیجه منفی تشخیص کرونا ویروس را با خود داشته باشند. مؤسس پایگاه میگرانت یا مهاجر باترجان شرماتوف میگوید این اقدام بهترین است، زیرا به گفته او به آنها همه روزه کارفرمایان روس برای دریافت کارگر مراجعت میکنند. به گفته او بسته بودن راه بازگشت برای مهاجران نه تنها بر ضرر ساحه ساختمان بلکه بخش‌های دیگری هم است که در آن قسم اصلی کارگران را مهاجران تشکیل می‌دادند. یک دوره بود که مهاجران گروه به وطن و خانه‌های خود برمیگشتند، زیرا نمی‌دانستند در صورتی به کرونا ویروس مبتلا شدن در روسیه چی کار خواهند کرد. می‌ترسیدند. حالا برعکس شده است. همه میخواهند برگردند، به ما هم زیاد مراجعت میکنند. بنابراین این اقدام خیلی خوب و سری وقتی است. واقعا در همه بخش ها کارگر نمیرسد. وزارت ساختمان روسیه میگوید پیشنهاد آسان کردن ورود مهاجران ساختمانچی به روسیه با نهادهای مثل وزارت کارهای داخله و راسپاتریبنادزور موافقه شده. حالا این درخواست به حکومت روسیه ارسال شده است.